تیم ملی فوتسال کشورمون تمرینات جدی خودشو برای حضوری موفق در جام جهانی کلمبیا آغاز کرد. بچه‌ها رو جمع کردیم دور بر هم که بتونیم کارهای تاکتیکیمون ادامه بدیم. باید قبول کنیم که با توی این فرصت شرایط سخته و تیم‌های دیگه هم برنامه‌شون بستن. توی این مدتی که زمان داریم ان شاءالله بتونیم با آمادگی کامل پا بایستیم. سالنی بازان کشورمون در راه پرپیچ و خم رقابت‌های سرنوشت ساز جهانی قبل از هر چیز در انتظار توجه مسئولین فدراسیون فوتبال نشستن. توجهی که انگار خیلی وقت در صف انتظار باقی مونده. ببینید این از قصه دراز از سالهای دور است، شاید نزدیک 16-17 سال میشه همین داستان بوده برای فوتسال و یه عزم جدی از یک رده بالای ورزش میخواد. همین کم توجهی ها اهالی فوتسال رو بر این داشته که به فکر استقلال خودشون باشن تا یه جورایی از زیر سایه فدراسیون فوتبال بیرون بیان. فوتسال ما تبدیل به یک معاونت بشه و یه بودجه جدا، یه امکانات وسیع جدا براش تعلق بگیره یا اگر میشه حداقل انتظار اینه که فدراسیون جدا بشه. البته مشکلات تیم ملی فوتسال به اینجا ختم نمیشه و در آستانه مسابقات جهانی شاگردان ناظم الشریعه با غیر استاندارد بودن محل تمرینشون هم مواجه هستن. این هم وضعیت تنها سالن مثلا استانداردیه که سالنی بازای کشورمون قراره تو اون خودشونو برای مسابقات جهانی فوتسال آماده کنن. من فکر میکنم که این کفوش خاصیت خوش از دست داده و دیگه قابلیت کار کردن روشو نداره. امیدواریم که هر چه زودتر این کفوشو عوضش کنن. همونجوری که شما دوربینتون هم گرفت، واقعا کفوش دیگه به قول معروف فاسد شده. برنامه‌ریزی سازمان لیگ فوتسال و در پی اون مهیا نشدن دیدارهای تدارکاتی سکانس دیگه‌ای از مشکلات فوتسالیست‌ها تا به اینجا یک کار بوده. باید قبولم بکنیم یه سری مشکلات داریم که فکر کنم لاین حله. مقصر اصلی ما فکر کنم لیگ ماست. اگه ما لیگ ما زود شروع می‌شد خیلی از این مشکلات ما پنهان می‌شد. اینقدر من در تکاپوی مسابقه تدارکاتی نبودم. به هر حال و با تمام مشکلات سالنی بازان کشورمون که قرار شهریور سال جاری در مسابقات جهانی کلمبیا حضور پیدا کنند نیازمند توجه ویژه مسئولین برای رسیدن به اهدافشون هستند.